در شهر پتراپاول یا پتراپاولوفسک مرکز ماموری ولایت قزاقستان شمالی سه عضو گروه جدای طلب شورای مردمی بازداشت شدند. گفته می شود این سه جدای خو مثل دیگر اعضای این گروه استقلالیت قزاقستان را انکار نموده جمهوری قزاقستان را یک دولت خودخوانده می نامند. اخیرا این به نام شورای مردمی در سال 19 مارس سال 2023 در یک نشست با اعلان استقلالیت پتراپاولوسک از قزاقستان اظهار داشتند که حکومت قزاقستان را قبول ندارند چون قزاقستان یک دولت خسکی است. همچنین آنها در این نشست رئیس، اعلامیه و دیگر رمزهای دولت خودخوانده خود را تصدیق نمودند. ما ساکنان شهر پتراپاولوسک از ولایت قزاقستان شمالی مردم آزادمنش و آزادخواه هستیم. به ساختارهای حکومت فضازده قزاقستان اعتماد نداریم. از این رو ما مردم قزاقستان شمالی مختاریت، استقلالیت و صاحب اختیاری خود را اعلان میکنیم. این سخنرانی اعضای این گروه است که ویدیوش در اینترنت نشر شد. پس از نشر این ویدیو 30 مارس سال 2023 مقامات قزاقستان در رابطه با این بیانیه جدای طلبانه پرونده جنایی باز کردند. به دنبال اعضای این گروه جدای خو در یک ویدیو دیگر ادعا کردند که گویا جامعه آنها را نادرست فهمیده است و قاسم جمال توقیف پرزیدنت قزاقستان باید فضای مجازی کشور را زیر اداره خود گیرد. به گفته این جدای طلبان کاربران شبکه‌های اجتماعی به آنها تهدید کردند. این اختلاف اندازی ها در داخل جامعه قزاقستان را برخی کارشناسان به تلاش های دیگرباره به هم زدن ثبات و آرامی در این کشور و یک نوع آزمایش سناریوی ساختن به نام جمهوری مردمی در منطقه هایی که اهالی روزبانش نسبت به قزاق‌ها بیشتر است ربط میدن. برخی از ناظران امور در این همه دست نهادهای جاسوسی روسیه را میبینند و میگویند چنین به نظر میرسد که روسیه میخواهد در قزاقستان نیز مثل شرق اوکراین تخم اختلاف کاشته از همان روش جدای اندازی استفاده برند. الکی بارها در شبکه‌های تلویزیونی روسیه ضمن بررسی مسئله اوکراین میمانان و کارشناسان رو به مسکو روی راست استقلالیت قزاقستان را انکار کرده منطقه های هممرز قزاقستان با روسیه را خاک روسیه مینامند. ناظران امور در این اواخر درباره احتمال دیر یا زود در قزاقستان تکرار شدن سناریوی اوکراین زیاد صحبت میکنند. در قزاقستان پس از حمله مسلحانه روسیه به اوکراین از روسیه احساس ترس دارند، زیرا در قزاقستان به خصوص در ولایت‌های شمالش که با روسیه هممرزند اهالی روزبان زیاد است و باور می‌رود که پوتین هر لحظه میتواند با بهانه حمایت از روزبان‌ها نسبت به قزاقستان رفتار مانند به اعمالش نسبت به اوکراین را تکرار کند. روس‌ها در عموم نزدیک 20% اهالی قزاقستان را تشکیل میدن، ولی در ترکیب اهالی ولایت‌های شمال قزاقستان فیصد اهالی روزبان خیلی بیشتر و حتی در بسیاری از شهر و منطقه‌های شمالی روس‌ها از قزاق‌ها زیادتر هم هستند.